الرحمن الرحيم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق الله العظيم. درود شریف بخوانید. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در آیات گذشته و درس‌های گذشته صفات والای رب العالمین و دلائل قدرت رب سبحانه و تعالی را خواندیم و نتیجه این شد که وقتی که چنان ذات مقتدری هست، چنان ذات بزرگی هست، شما بندگان در حاجات، در مشکلات، در مصائب فقط او را فریاد بزنید، از او بطلبید، از او بخواهید. و الله تعالی در ادامه صفاتش فرمود که ذاتی هست که درجاتش بسیار بلند و بالاست، رفیع الدرجات است، دارای تخت و پادشاهی هست، ذاتی هست که همیشه وحی را می فرستاده بر هر یکی از انبیایش که بخواهد و این انبیا را فرستاده تا شما را از روز ملاقات بترساند. لینذر یوم التلاق. پیامبر آمده، هر پیامبری آمده تا که ملت را بترساند که ای مردم یه روزی هست که همه ما دوباره با هم دیگه ملاقات میکنیم. یوم التلاق، اون روز را میگن به خاطر ملاقات کردن. همه عالم از آدم تا خاتم، از اول تا آخر، همه انسان ها در یک میدان قرار میگیرند. در درس امروز همین میخوانیم که یوم هم بارزون، در آن روز همه انسان ها ظاهر میشوند، در یک میدان صاف ظاهرند، نمایانند، هیچ یکی نمیتونه مخفی بشه. لا یخفى علی الله منهم شیء. بر الله عزوجل هیچ چیزی مخفی نمیماند. عرض کردم که در دنیا امکان مخفی شدن هست. خیلی ها هستند که از دست افراد مخفی میشوند. قاتل از دست اولیاء مقتول مخفی میشه، میره یه جایی خودش را گم و گور میکنه. کسی که جرم میکنه از پیش دولت خودش را مخفی میکنه، یه ملک دیگری میره یا در همون ملک یک جایی در یک خانه امنی که هیچ که ازش خبر نداره سالها مخفی میماند. اما اونجا نه، الله میفرماد لا یخفى علی الله منهم شیء،
هیچ یکی از اون انسانها بر الله مخفی نمیماند. کسی فکر نکنه که من میتوانم پنهان بشم. همه بر خدا ظاهرند، همه در یک میدانی هستند که اون میدان هیچ پستی ندارد، هیچ برآمدگی ندارد. از اول تا آخر همه مشخصند. الله اونجا میپرسد لمن الملک اليوم، ای انسان ها پادشاهی امروز مالکیه، امروز قدرت مالکیه. در دنیا مردم ادعا داشتند که ما قدرت داریم، ما حکومت داریم، ما اسلحه داریم، ما موشک و تانک داریم. اما اونجا الله سوال میکنه پادشاهی مالکیه. در یه روایتی میاد که همه جواب میدن، مسلمان و کافر بالاتفاق میگن لله الواحد القهار، برای الله عزوجل هست. آن ذاتی که اون ذات واحد و یگانه هست و اون ذات قهار است، بر هر چیزی غالب است، مسلط است. البته در حدیث شریف می آید که این سوال در یه جای دیگری هم میشه. بعد از نفخه اولا، بعد از سور اول، وقتی که سور دمیده میشه، خدای عزوجل همه را فنا می کند، همه انسان ها می میرند، جان می دهند، از بین می روند. اون وقت کسی باقی نمی ماند بغیر از فرشتگان. فرشتگان عرش باقی می ماند. خداوند دستور میده اسرائیل روح اونها را هم قبض بکند. 4 تا فرشته باقی می مانند، یکی بعد از دیگری الله دستور میده همه ارواحشون قبض بشه. آخرین فرشته که میماند خود اسرائیل هست. در یک روایت هست جبرائیل هست. الله تعالی خودش روحش را قبض میکنه، هیچ کسی باقی نمیماند. اون وقت در این روایت میاد، اون وقت الله تعالی سوال میفرماید، ندا بر میفرماید لمن الملک اليوم، پادشاهی امروز، ملک امروز، تخت و سلطنت امروز مالکیه. هیچ کسی نیست که جواب بده. در اون روایت هست که خود الله جواب میده. روایت تفسیر در منصور است. الله میفرماید لله الواحد القهار. بعضی از علما میگویند که این سوال اونجا در حدیث آمده که بین 2 تا نفخه، نفخه اولا و نفخه دوم میشه. اینجا آمده که روزی که همه انسان ها از قبر بلند میشند. بعضی از علما میگن که 2 جا این سوال میشه، یکی بین نفختین، بعد از نفخه اول قبل از نفخه دوم، و دوم این سوال اینجا میشه وقتی که خداوند همه انسان ها را حشر میکند. همه ترسانند، همه لرزانند، همه وحشت زده هستند، همه در عرق غرقند. اونجا الله تعالی میپرسد ای بندگان امروز پادشاهی مالکیه. همه از ترس میگویند، هم مسلمان میگه هم کافر میگه لله الواحد القهار. الله میفرماید الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. امروز هر نفسی جزا داده میشه به اون چه که کسب کرده. این قاعده و قانون الهی است. فضل پروردگار چیز دیگه است، اما قانون اینه که تجزا کل نفس بما کسبت. هر نفسی هر چیزی که کسب کرده، هر عمل کردی داشته، بر اساس اون عمل کردش به جزای خوب یا جزای بد میرسد. اگر عمل کردش خوب هست فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اگر عمل کردش بد است فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، کسی که به اندازه یک مثقال شر انجام داده هم یره، او را میبیند، با او مواجه میشه. پس الله عزوجل همین را میفرماید که الیوم تجزا
کل نفس بما کسبت. امروز هر نفسی بر اساس اون چی که کسب کرده جزا داده میشه. ان خیرا فخیرا، اگر عمل خوبی هست جزای خوبی هست، و ان شرا فشر، اگر عمل بدی هست جزای بدی هست. لا ظلم اليوم. الله میفرماید امروز ظلمی نیست، امروز ستمی نیست، مثل دنیا نیست که ظلم را یکی کرده و کسی دیگه محاکم میشه، کار را کسی انجام داده و کسی دیگه مجازات میشه. یه برادر ظلم کرده برادر دیگه کشته میشه. فرزند اگر کاری کرده به پدر ظلم میکنند. اونجا چنین نیست. الله میفرماید لا ظلم اليوم. امروز هیچ ظلمی نیست. امروز بر اساس عدل و عدالت، بر اساس حق و حقیقت، بر اساس واقعیت همه انسان ها به اعمالشون گرفتار می شوند. ان الله سریع الحساب. خداوند زود حساب گیرنده است. عزیزان، این ان الله سریع الحساب اهل تفسیر میگن در جواب یه سوالی است که خود به خود در ذهن پیدا میشه که این همه عالم را خدای تعالی چطور حساب و کتاب میکند. شما ببینید این همه انسان، فقط امروز 8 میلیارد و 9 میلیارد انسانه. اینا معمولی نیست، کم نیستند. در یک دادگاهی از این دادگاه هایی که ماها قرار دادیم، یک پرونده قرار داریم، یک پرونده ای هست گاهی 3 سال طول میکشه، گاهی 4 سال طول میکشه، کم طول بکشه 6 ماه طول میکشه. یک نفر این همه انسان از بد و تولد تا دم موت همه اعمالشون چطور اینها محاسبه میشوند؟ انسان میگه از حضرت آدم گرفته تا آخرین انسان چند هزار سال طول میکشه محاکمه اینها. الله میفرماید طول نمیکشه. ان الله سریع الحساب. الله زود حساب گیرنده است. همه آماده هست. در روایت میاد که در نصف روز حساب و کتاب تمام میشه. نیم روز تمام خلائق تکلیفشون روشن میشه. لذا وقتی که اونجا چنین شرایط سختی هست، چنین روز سختی هست، الله عزوجل اینجا به پیامبرش میفرماید ای پیامبر من، بندگان من را، امت خودت را از اون روز بترسان، بیم بده. و انذرهم یوم الآزفه. ای نبی مکرم آنها را بترسان از روز آزفه. یوم الآزفه یکی از نامهای قیامت آزفه هست. آزفه به معنی قریبه، نزدیک. چرا روز قیامت را میگن نزدیک؟ لعزوفها. اهل تفسیر میگن چون نزدیکه. اقتربت الساعه، اقترب للناس حسابهم. قیامت نزدیکه، حساب مردم نزدیکه. برای من و شما شاید دیر معلوم بشه، ولی انسان وقتی که بمیرد میدونه خیلی نزدیکه. لذا الله عزوجل اون روز را آزفه میفرماید چون فکر نکنیم دوره، فکر نکنیم هنوز خیلی فاصله هست، زوده. همین که اجل میآید شروع میشه، حساب و کتاب شروع میشه، بازجویی شروع میشه. لذا اون روز را آزفه میگن. بعضی از مفسرین میگن الآفت الآزفه، اون آفت و مصیبتی که نزدیکه. ای پیامبر این امت را از اون روز بیم بده، از اون روز بترسان. و خدای عزوجل یک ذره از وحشت اون روز را اینجا به تصویر کشونده. میفرماید اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین. اون روزی که دلها کنار حنجره قرار گرفته، یعنی دل و قلب از جایش کنده میشه و میاد اینجا گلوی انسان خشکی میکنه. بعضی گفتن کنایه از اینه که گلو خشکی میکنه. در همین دنیا گاهی انسان وقتی مصیبت بزرگی گرفتار میشه احساس میکنه گلوش خشکه. این از فرط وحشته، از بس که میترسه. الله میفرماید اذ القلوب لدى الحناجر. وقتی که دلها در حنجره قرار میگیرد،
کاظمین، انسان پر از غم و پر از اندوه هست. کاظمین به این معنی است که مملو غما و غیظا، پر از غم است، پر از غیظ هست، پر از مصیبت است. همه انسان ها پریشانند. اونی که عمل کرده پریشانه که چرا بیشتر عمل نکردم، اونی که نکرده خودش دیگه مصیبت زده هست. لذا کاظمین همه پر از غم هستند، پر از غیظ و مصیبتند. اما الله می فرماید ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. برای ظالمان، کسانی که ظلم کردند، هیچ دوستی نیست، دوست صمیمی نیست. ولا شفیع، و هیچ سفارش کننده و شفاعت کننده نیست که یطاع، از اون سفارش کننده اطاعت بشه. هر کسی ظلم کرده، هر کسی زیادروی کرده، هر کسی ستم کرده، برای او هیچ سفارش کننده ای نیست. عزیزان، معنای ظلم را میخوام در چند کلمه مختصر عرض کنم. ظلم یعنی تجاوز کردن از حد. حدی که هر یکی از ما حدی داریم، از اون حد هر کسی تجاوز بکنه. از حقی که بر تک تک ما هست، از اون حق هر کسی تجاوز بکنه، ظلم هست. اولین ظلم در حق الله است. حق الله این چیه؟ اینه که ما خدا را در عبادت واحد بدانیم، لا شریک بدانیم، فقط او را عبادت کنیم، فقط برای او کرنش بکنیم، فقط جلوی او خم بشیم، فقط از او بطلبیم، فقط او را فریاد بزنیم، فقط نام او را ورد و ذکر زبانمون بکنیم، فقط برای او طواف بکنیم، فقط برای او نظر و نیاز و خیرات بدیم. وقتی که همه اینها را ما برای کسی غیر خدا دادیم، این میشه ظلم، این میشه شرک. نام دیگری شرکه. اگر کسی بره جلوی غیر خدا خم بشه، اگر کسی بره برای غیر خدا طواف بکنه، قبری را طواف بکنه، اگر کسی از غیر خدا بطلبد، اگر کسی نام غیر خدا را ورد زبان بکنه. بعضی هستند، یک کسی میگفت، جوانی میگفت من یه جای مرید شدم، ناراحتی اعصاب داشتم، به من گفته همیشه نام پیر را ورد کن، این مشکلت حل میشه. این شرکه. فقط ورد زبان ما نام الله باشه. بنده قبلا عرض کردم حتی ما اجازه نداریم نام رسول الله را ورد کنیم، تسبیح بگردانیم بگیم محمد محمد محمد، این هم شرکه. فقط نام این را میگن شرک زبانی، که انسان نام غیر خدا را ذکر بکنه. پس چطور نام پیر را میشه که ورد کرد؟ پس فقط نام او را برای او باید قربانی بکشیم، گوسفند را ذبح بکنیم به نام او. اگر برای خوشنودی غیر او کردیم، چنانچه قدیما مردم میکردن، این میشه قربانی مالی برای غیر. همه اینها ظلمه، یعنی از حدی که تعیین شده از حد گذشتن. در باب حقوق العباد ظلم هم همینه. هر کسی یک حقی دارد، هر کسی یک حدی دارد. شوهر حقی دارد، زن حقی دارد، فرزند حقی دارد، پدر حقی دارد، مادر حقی دارد. انسان وقتی که حق اونها را تلف بکنه، مشتری حقی دارد، بایع حقی دارد، همسایه حقی دارد، رفیق سفر حقی دارد. وقتی که انسان این حقوق را ضایع بکند، از حد بگذرد، این هم میشه ظلم. پس ظلم چه در حقوق الله باشد، چه در حقوق العباد باشد، ظلم الله تعالی می فرماید در اون روز. اما بیشتر در قرآن کریم وقتی که بحث توحید است، اونجا ظلم به معنی شرک. ان الشرک لظلم عظیم. الله می فرماید در اون روز ما للظالمین من حمیم، برای ظالمان هیچ دوست صمیمی نیست، ولا شفیع، و نه سفارش کننده ای. چون خیلی ها غیر خدا را فریاد میزنه، میگه اینا سفارش ما را میکنند پیش خدا، اینا شفاعت ما را میکنند. الله میفرماید این انسانی که در دنیا ظلم کرده، یعنی شرک کرده، برای او هیچ سفارش کننده ای نیست که یطاع، از او اطاعت بشه. نه،
از کسی اطاعت نمیشه. اونجا فرمان رب العالمین است. و الله عزوجل میفرماد ای بندگان من همه چیز را میدانم، یعلم خائنة الاعین، حتی خیانت چشمها را الله میداند. و ما تخفی الصدور، اون چیزی که دلها مخفی میکنند همه را الله میداند. یعنی فکر نکنیم اینجا در دنیا هر کاری بکنیم شاید اونجا خدا علیاذ بالله نداند اون را. حتی خیانت چشم، الان کسی هست، چیزی هست که هر کسی اینجا نمیفهمد. کسی روبروی ما هست، اگر ما یه جایی مخفیانه نگاه بکنیم، یه جایی که حرام هست، ناجایز هست، نادرست هست، شاید رفیق بغل دستی ما نفهمد، دوست روبروی ما نفهمد. این یک چیز بسیار ظریفی هست. الله میفرماید اینو من میفهمم. وقتی که اینو میفهمه، اونه که انسان علنی انجام بده به طریق اولا میفهمد. و ما تخفی الصدور، این به جای خود اون چیزی که در دلها مخفی هست، دل مخفی نگه داشته. مثلا در دل چی هست؟ در دل اگر شرک باشه، در دل وسواس باشه، در دل کفر و نفاق باشه، در دل بغض باشه، در دل غیظ باشه، بدبینی باشه، هر چی باشد انسان نمیفهمد، رحمان میفهمد. و ما تخفی الصدور، اون چیزی که سینه ها مخفی میکنن همه را من میفهمم. لذا معنیش اینه که ای انسان ها، ای بندگان، هم باطنتون را اصلاح کنید، هم ظاهرتون را اصلاح کنید، هم به درونتون بپردازید، هم به بیرونتون بپردازید که از همه اینها بازخواست میشید، از همه اینها سوال میشید. لذا ما معنای این آیات عزیزان اینه که ما باید به فکر اصلاح باشیم که هم از اعمال ظاهری ما فردا سوال میشه و هم از درون قلب ما سوال میشه. و الله میفرماید والله یقضی بالحق، الله عزوجل به حق فیصله میکند. الله به حق فیصله میکند، ظلم نمیکند. والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء، اما آنهایی که فریاد میزنن مردم اونها را غیر از خدا، این پیر و فقیرها را، این امامها را، این بزرگها را، این فرشته و جن را، اون انس را، همه لا یقضون بشیء، اینها نمیتونن فیصله بکنند. اونها نمیتونن فیصله بکنند، حتی اونها نفسی نفسی میگویند. در یک حدیث مفصلی هست که فرصت نیست اون حدیث را بگم، شاید شما بارها شنیدید، حدیث شفاعت کبرا. همه انسان ها برای بلا تکلیفی پیش حضرت آدم میرن، پیش حضرت نوح میرن، پیش حضرت ابراهیم میرن. هر یکی از اینها میگه که بریم پیش پیغمبر دیگه. آدم میگه بریم پیش نوح، نوح میگه بریم پیش ابراهیم، ابراهیم میگه بریم پیش موسی. هر یکی میگه نفسی نفسی، من به فکر خودم هستم. وقتی که انبیا که بالاترین و والاترین انسان ها هستند، اونها جایگاهشون اینه، اونها برای خودشون هستند، پس بقیه چطور میتونن فیصله بکنن؟ لذا الله میفرماید والذین یدعون من دونه، اون انسان هایی که مردم فریاد میزنن بغیر از الله، لا یقضون بشیء، اونها فیصله نمی کنند. این غلطه که بعضی میگن بلیت بهشت دست فلان بزرگواره، دست فلان امام است، دست فلان پیامبره. نه، همه چیز به دست الله است. الله میفرماید والله یقضی بالحق، نگفته انبیاء من، نگفته امامان، نگفته اولیاء، نگفته پیران، والله یقضی بالحق. والذین یدعون من دونه، تمام اونهایی که مردم اونها را غیر از خدا صدا میزنند، یا فلان و یا فلان میگن، لا یقضون بشیء، دست اونها هیچ فیصله نیست، اونها نمیتونند، اونها برای خودشون فکر میکنن. ان الله هو السمیع البصیر، همانا الله ذاتی هست که هر چیز را شنواست و هر چیز را بیناست.